أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و بالخصوص آن دوستانی که انتظار درس های زبان عربی بودید، اولا سلامی پر از مهر و محبت خود را به یکایک شما برادران و دوستان رساندنی هستم و ثانیاً حالا بنده میخواهم برای شما برنامه را پیشنهاد بکنم که درباره تعلیم زبان عربی هست. کتاب را در پروگرامی یا که در سایت پلی مارکت گذاشتگی هستند برای تلفن های اندروید. هر کسی که تلفن اندروید دارد می تواند که از این استفاده برد و از این درس های زبان عربی که در آینده ها برای شما پیشنهاد خواهیم کرد استفاده بریدان. و این حالا ما در داخل پلی مارکت هستیم. این پلی مارکت می باشد و این جای کافتن برنامه ها هست. ببینید، تعلیم و اللغت العربیتی. وقتی که در این داخل می شویم، در اینجا برنامه می براید. برنامه های تعلیم بسیار هست، لیکن برای ما آنها لازم نیست، زیرا که بعضشون برای کودکا هست و حرفا هست و مهم نیست برای ما آنها. و برای ما این مناهج و معهد تعلیم اللغت العربیه لازم هست. در این داخل می شویم و این همین برنامه هست که انشاءالله از این برنامه برای شما با خواست الله درس پیشنهاد خواهیم کرد. و اینجا جای تثبیت است. تثبیت یعنی که استنافک کردن. این برنامه را در تلفنمون استنافک میکنیم که آنقدر حجم زیاد ندارد، زود در تلفناتون پیوست می شود و وقتی که این برنامه در تلفن پیوست که شد و اینجا جای کشادن هست، یعنی که فتح به عربی و به انگلیسی اوپن و به روسی ادکرید می شود، یا که یعنی کشادن. در بالای کشادن زیر میکنیم و این داخل همون برنامه هست. ببینید، مستوى یکم، المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى الرابع. این مستواها هست، یعنی که کورس ها، کورس یکم و کورس دوم و کورس سیوم و کورس چهارم. 4 کورس در این کتاب جایگیر هست. ما اول در کورس یکم داخل می شویم. وقتی داخل کورس یکم که شدیم، در اینجا می باید که دروس اللغت العربیه، درس های زبان عربی، این یکمش است، یعنی که یکم کورس است. کورس یکم هست و در این باره تعبیر میبراید و قرائت میبراید و تعلیم کتابت میبراید. اینها حالا برای ما لازم نیست، زیرا که در اینجا درباره گپ زدن عربی و قرائت، درباره خواندن و تعلیم کتابت چطور نوشته میتونه، یعنی که به عربی چطور بنویسیم، در این باره ها هست. اینهاش درس نمیکنیم، شاید در آینده ها بکنیم، اما حالا این یکمش در بالاش زیر میکنیم. وقتی زیر که کردیم، در اینجا میپرسد که آیا تو اجازت میدی که این برنامه در تلفن تو پپکه خاص خودش را بکشاید؟ پس ما اجازتش میتیم، میگیم بله بکشاید. وقتی کشاد در برنامه در داخل تلفنمون و در اینجا ما باز یک بار دیگه در بالا این زیر میکنیم و انتظار میشویم تا اینکه اون درس هایی که در داخل این هست اونها را در داخل تلفن بگیرد و انتظار میشویم. این وابسته به اینترنت همون همچنین هست. کسی را که اینترنتش پرقوت است میتواند که زود بگیردش و کسی را که اینترنتش ضعیفتر هست و کمی انتظار می شود، یعنی که و همین طور انتظار می شویم. و حالا این در داخل این کتاب که در کورس یکم چند درسی که هست، همش روز بالای ما می فرارد و در تلفن نمون دیگر می توانیم که این درس ها را بگیریم. یک بار می فراریم خلاص، یعنی که دیگر به اینترنت ما می توانیم این درس ها را استفاده ببریم. و حالا فراوردش در تلفن ما گرفت، بار دیگر در بالای زیر میکنیم
و در اینجا میبرید درس ها. ببینید الدرس الاول، الدرس الثانی، خلاصه این درس یکم و دوم و سیم و می رود تا الدرس الثالث و العشرون، درس 23. یعنی که این 23 درس دارد. کورس یکم 23 درس دارد و مثلا در درس یکم وقتی داخل که میشویم در اینجا ببینید الدرس الاول، یعنی که درس یکم، و در اینجا درس ها شروع می شود و این درس ها هست. انشاءالله از این برای شما درس ها پیشنهاد خواهیم کرد به یاردمی الله تبارک و تعالی. اینها را انشاءالله در آینده میخوانیم و یک تا برای شما ترجمه و بیان خواهیم کرد. این هست اون برنامه ای که انشاءالله از این درس را به سمع شما میرسانیم و همچنین سلکه این برنامه را در زیر ویدیو در یوتیوب خواهیم گذاشت. هر کسی که تلفنش حرف عربی ندارد، نوشتش نمیتواند یا پیدا کردش نمیتواند، از این حساب سلکهش را در زیر ویدیو میمونیم تا اینکه شما از اون استفاده برید. یعنی که در بالای سلکه زیر میکنید و راست شما را به پلی مارکت میبرد و در تلفن‌های اندرویدتون، تلفناتون که برنامهش یعنی که اندروید باشد، پس قبول میکند و شما میتوانید که استفادهش برید. و این بود انشاءالله این درسی یا برنامه برای تعلیم زبان عربی و این هست خودی برنامه، مستوی یکم و مستوی دوم و مستوی سیم و مستوی چهارم و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم تا درس آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.